برادر عزیز، انا اون امری که میکند و تو گردن تاب میدی، انا اون امری که پدر بالای تو میکند و تو قوتها تا جانب او حواله میکنی، انا همون امر پدر امر خداست. برادر عزیز، یا صدا میزند گوشهات در حالت کرین اندازی گویا نشنیدی؟ انا اون صدای همون همچنان است که الله تو را امر دارد. میکن تو طواف آسک پای پدر با امر خدا برابر است امر پدر. خوشنودی حق است، رضای پدر است. الان پدر تو خوشنود میکنی، همون پدر تو از خودت راضی میکنی، همچون تصور کن که الله میگه من از تو خوشنود شدم، من از تو راضی شدم. برادر عزیز خوب توجه کن. عادی میگویم خداوند در سوره مبارکه نیسا برادر عزیز آیت 69 او میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا. برادر عزیز، اگر تو پدرت از تو راضی باشد، اگر مادرت از تو خوشنود باشد، پروردگار میگوید این معنای او را دارد که تو اطاعت خدا کردی، تو اطاعت رسول کردی. تو وقتی اطاعت خدا و رسول کردی یعنی پدر و مادرت از خودت خوشنود کردی، راضی گردانیدی. الله چی گفت؟ من روز قیامت تو برای فرزندم مع النبیین، ببین مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، روز قیامت تو همراه محمد صلی الله علیه و سلم هستی. خداوند وعده دارد تو همراه محمد، همراه ابراهیم، همراه اسحاق، همراه موسی، همراه زکریا، چند عدد پیغمبر دارم، در حلقه اونها تو را جای میکنم. وقتی تو اگر پدر و مادرت احترام کنی، الله بیان دارد ولا تنهرهما، یکی پدر و مادرت خیال دوگانه و جورت نکنی، یکی پدر و مادرت خیالی رفیقت نکنی، خیالی رئیس و خیالی همسایت نکنی و بالای وی سیاست کنی که الله گفت 70 ساله عبادت داشته باشی همگیش بیکاره میکنی. برای یک پدر و مادر ناراحت کردن، زیرا اینا از جمله کیا بودند؟ و قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سوره حجرات چی زیبا بیان میکند. الله میگوید وقتی که با او سخن میگویی همچنان سخن میگویی گویا که تو یک مرد قرضدار هستی، تو یک غلام زیر دستی وی هستی. حتی سر تا بالا نکن وقتی صحبت الله میگوید. ببین تعظیم کن در پیش پدر و مادر. پیغمبر خدا بر از یک قبر گذشتند که بسیار قبر نگاه کردند. از داخل قبر صدا می آمد. چی صدا می آمد؟ عن فوق النار و عن تحت النار و عن یمین النار و عن شمال النار. از زیر پایم آتش است، از بالای سرم عذاب است، از پهلوی راستم عذاب، از پهلوی چپم عذاب. ای داد، ای پشیمانی، ای نافهمی، داد بگو. حبیب خدا وارد راحت و عذاب قبر میدانید پیغمبر ما. حبیب خدا بعدا به نزد این قبر آمدن و مردم قبیله را فریاد زدن، گفتند کنی بیایید این صاحب این قبر کیست که این قدر فریاد از عذاب دارد؟ همه ملت راستای قبر آمده ایستادند. نزد این قبر که پیغمبر خدا عذاب شمیدید نگاه کرد، یک خیلی مادر پیرانسال آمده و راست قبر ایستاد. تو مادر این قبر کیست؟ گفت این قبر فرزند من است. گفت در حال حیات این دعای تو را گرفته بود یا نه؟ تو از این راضی بودی یا نبودی؟ مادر گفت پیغمبری خدا گفت
از همین بچه گفت دهن نکشا گفت، زبان نکشا گفت. این از جمله فرزندانی بود که ما از روزی که این از زندار کردیم یک پیاله چای ایره ما ننوشیدیم. خب ما جانب خانه این فرزند رفتن نمیتوانسته. زنی داشت که محبت او از پدر و از مادرش بالا بود. برای همین حبیب خدا گفت وقتی باری که هیچ طاقت نکردم، باری هم دعوتم که نمیکرد، خودم از پیش خود به خانه بچه‌ام رفتم. وقتی وارد خانه بچه‌ام شدم یک باره بچه‌ام که وقتش خوش بود برای دید تماما حالتش دیگرگون شد. ناراحت شد که این مادر به خانه من آمد. دیدم که قلقاش انداخته و از من درو میپرسد چرا آمدی، برای چی آمدی، چی مقصد داری؟ گفتم خدای مهربان، به دل خود گفته بودم ای حبیب خدا که خدایا آخرت این فرزند همچنان گردان که داد وای او را تمام مخلوقات تو شنود. این دعای من در حق این فرزند. حبیب خدا گفت مادر دعای تو قبول شده است. این فرزند در همون عذابی که تو گفتی در همون عذاب روبروست، برای همین راضی شو تا که این عذاب از بالای کنده شود. پیغمبر خدا بسیار مهربان بود، از پدر و مادر و مهربان بود، نمیخواست که امتی او در عذاب باشد. مادر گفت حبیب خدا مجبورم نکن، دلم بسیار سیاه است، نمیخواد. میگه دعا کرد، گفت خداوند گفت از پیش چشم این مادر آن پرده را بردار و خود با چشم خودش فرزندش بیند. راوی کتاب میگه وقتی که پرده که از چشم مادر دور شد، مادر حال فرزند که دید، همون مادری که طول چند سال در عذاب و در مشقت این فرزند گرفتار بود، خودش میگه در بالای قبر پرتافت. اون پروردگار گفت اون عذابی که این فرزند دارد خدای مهربان از همه آن ناخوشنودی هایی که در حق من کرد همه گیش بخشید و من راضی شدم. مادر رو ببینید دادر عزیز، قسم به بزرگی روز از روزها همه من وارد خانه قبر میشونیم. آن چیزی که من گفتم از گوشت بیرون نکن، آن چی من از گفتم در گوشت به نام خدا این کتابهای خدا گفته است، اینا همه حق هست، از گوشت دور نکن. برای یک مدت اندکی دنیا این مادر و پدر تا از خودت ناراضی نکن. هر جا میرایی پدر در حقم دعا کن که دوشنبه میرم، پدر در حقم دعا کن حج میرم، آچجان فلان جا میرم، آچجان در فلان جایم خواتیر نشو. برادر عزیز و گرامی، این دلتی کردن مادر معنای او را دارد که این روشنی قبر توست، این برکات دنیای توست. دوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه پیغمبر خدا دائم که آمد قوم نگاه میکرد که ها در قوم هستن یا نیستن. روزی آمد میگه که دو جای خالی بود، یک جوانی بود در همون دوره هر روز پدر و مادرش میرفت، اول پدرش میآورد بسیار درمانده بوده، میآورد در صفق میماند، در یک جای معین داشت، میرفت مادرش میگرفت میآورد. هر روز کار این جوان همین بوده و جوان در پهلوشان مینشست. روز از روزا پیغمبر خدا میگه آمد نگاه کرد در جماعت که همون پیر و همون کم پیر در همون جای معینی که مینشستن وجود ندارد. گفتند اینجا یک موی سفید و یک کم پیر، یک پیرانساز زنی مینشست، الحال نمیبینم کجا شدن اونا؟ صحابه گفتند او یک فرزند داشت که در همه نمازهای با جماعت پدر و مادر می آورد در جماعت و بعد تمام شدن نماز با اونها را می برداشت و خانه می برد. متاسفانه گفت ای حبیب خدا همون جوان خدا جانش گرفتند. نامدن این پدر و مادر سبب در این است که خدا همون جوان جانش گرفت. حبیب خدا میگه در بین صحابه گفت قسم به خدا گفت اگر در همین دنیا خدا یک کس اگر ابدی نگه می داشت هر آینه انا همون جوان خدا ابدی نگه می داشت و الا همه فنا شونده الا فقط الله باقی میماند و خلاص و الا خدا اگر یک کس میماند همین